خب با عرض سلام خدمت همگی. یه اتفاق جالبی هفته پیش واسه ما افتاد. دوست دارم که اینو براتون تعریف کنم، ولی یه تجربه‌ای هم بشه، هم واسه ما هم واسه شما. خب هفته پیش یه آقا پسری اومدن تقریبا 20 خورده ساله که به ما طلا بفروشن. طبق روال همیشه ما بهشون گفتیم که باید فاکتور خرید به ما نشون بدی. فاکتور خرید به ما دادن. کارت ملی خواستیم، شناسنامه خواستیم، مدارکشون کامل بود، همه رو به ما دادن. بهشون گفتیم که باید وقتی ما ازتون طلا میخریم به همین اسم شماره حساب به ما معرفی بکنین و ایشون هم مشکلی نداشتن و ما کار مالیش رو انجام دادیم و به حساب ایشون واریز کردیم. این داستان گذشت. چند روز بعدی آقایی به من زنگ زدن، گفتن که پدر این آقا پسری بودن که اومدن به من طلا فروختن. گفتم جانم در خدمتتون هستم و ایشون به من گفتن که ظاهرا طلای مادرشون رو دزدیده بودن و اومده بودن به ما بفروشن. خب میخوایم حالا بدونیم